استاد جانم یک سوال دیگه درباره همین علاقه خویشاوندی. مثال چند خویش تبار داریم، نهی منکر میکنی، چیز میکنی، ایروی بد برای راست دعوت میکنی، صراط المستقیم به استاد جان کمتر خیلی گوش نمیشودنی ده. مثال آدمی که نیست پراو نی خب عرق هم مینوشن و مینوشن با هم خیلی مثال خویش تبار علاقه را کنه میونه استاد جان. نه نکنید. دوام دادن گرید پیامبر صلی الله علیه و سلم حتی من تا زمانی از دنیا گذشته نشم ناامید نشدن. ابو طالب عمکی پیامبر صلی الله علیه و سلم بسیار همچون عمک به پیامبر صلی الله علیه و سلم بسیار نیکی کرد. نه فقط به پیامبر صلی الله علیه و سلم، به مسلمان ها و به دین اسلام هم حمایه‌گر دین اسلام بود، پشتیبان اسلام بود. لیکن الله تعالی هدایت نکرد. در آخرین لحظه های حیاتش هم پیامبر صلی الله علیه و سلم ناامید نشدن. در آمدن به نزدش که دو کافران کلان قریش تگی بود. اونها میگفتند که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت یا عم قل لا اله الا الله، یا عمک لا اله الا الله گو. به همین کلمه ما در نزد الله تعالی حجت میبیارم که تو مسلمان بودی، یعنی من شفاعت میکنم. این تمام عمرش رو سجده نکرده است، اون مسلمان نبود، لیکن دفاع از اسلام میکرد، دفاع از پیامبر صلی الله علیه و سلم میکرد، حمایه و پشتیبانی از پیامبر صلی الله علیه و سلم میکرد. بسیار آدم خوب بود در دنیا. لیکن در آخرین لحظه هم پیامبر صلی الله علیه و سلم ناامید نشد، به عیادتش رفتن. بنابراین امام بخاری گفتن که باب عیادت الکافری، باب درباره عیادت کافری نزدیک، یعنی خش او عمک است لیکن کافر است. پیامبر صلی الله علیه و سلم در وقت مرگش هم در آمدن، او بیمار بود حالی زنده بود، یعنی عیادت حساب میشد. بنابراین باب درباره عیادت کافر گفتن، یعنی اجازت است کافر خش کافر باشد و بیمار باشد عیادت کردن، یا کافر باشد و صحت باشد زیارت کردن، اجازت است. میرید زیارت میکنید. شما وظیفتون آنهای هدایت کردن نه، وظیفتون دعوت کردن، نصیحت کردن. قبول او کرد نکرد شما وظیفتون ادا کردید. وقتی که ابو طالب از دنیا کافر وفات کرد، اسلام قبول نکرد، من در دین عبدالمطلب گفته وفات کرد، پیامبر صلی الله علیه و سلم بسیار غمگین شدن. حتی بعضی مورخا میگن که اون سال غمگینی بود، عام الحزن، سال غمگینی بود. هم خدیجه گذشت رضی الله عنها، هم ابو طالب گذشت که پشتیبان پیامبر صلی الله علیه و سلم بود. بعد ابو طالب علیه پیامبر صلی الله علیه و سلم نقشه ترک مکه کردن، چون که میکشتن پیامبر صلی الله علیه و سلم. ابو طالب که گذشت دیگه پشتیبان نداشتن، بنابراین به سوی طائف رفتن. وقتی که رفتن طائف هم پیامبر صلی الله علیه و سلم نپذیرفت. بعد الله تعالی سفری آسمانی تشکیل کرد. جبریل آمد، پیامبر صلی الله علیه و سلم به اسراء به بیت المقدس بود، پس از آن به معراج به آسمان برآورد و 7 قبت آسمان بالاش برآمدن. با الله تعالی بی واسطه صحبت کردن، ندیدن ولی بینشان پرده بود. حتی گفتن آواز نوشتنی قلم شنیده میشد. از قلم که می نویسیم هیچ کس نمیشنود، لیکن اگر به درجهش یک جای آرام باشد همه آواز شنیده میشد، اگر شنوایی انسان تیز باشد. گفتم به یک جایی بر اومدم که اگر قلم به کاغذ نویسد آوازش شنیده میشه. بی واسطه با الله تعالی صحبت کردن. این خبری، این سفر آسمانی بعد این غمگینی ها بود، چون که ابو طالب مرگش خودش یک مصیبت، کافر مردنش یک مصیبتی دیگر. پیامبر صلی الله علیه و سلم استغفار می‌کنه، یا الله تعالی ابو طالب مغفرت کن، ابو طالب گناهش بخش. الله تعالی گفت که اگر 70 مراتب استغفار پرسی هم الله تعالی نمیبخشد. پیامبر صلی الله علیه و سلم با وجود همین آیات نازل شدن هم استغفار پرسیدن میگرفتن، میگفتن که آخر الله تعالی استغفار نپرس نگفت کو نمیبخشد، 70 بار استغفار پرسی هم نمیبخشد گفت. من نکرد از استغفار پرسیدن، گفته استغفار رو دوام میدادن. در حق ابو طالب دعا میکردن که الله گناه ابو طالب بخش. بعد الله تعالی آیات نازل کرد که ما کان للنبی والذین آمنوا و یستغفروا للمشرکین. برای پیغمبر و برای مؤمن ها اجازت نیست که در حق مشرکا استغفار پرسند. انا آیت ممنوع آمد، الله تعالی حرام کرد، بعد بازی شد. بنابراین شما تا آخرین لحظهش کوشش کنید که
اونها دعوت کنید. این نیکی به خویشاوندا هست، خویشای شما به جنت درآید، این مرتبه بلند است برای شما. کوشش کنید. ولی اونها قبول میکنن قبول نمی. حضرت عمر کی فکر میکرد که قبول میکنن؟ حضرت عمر شمشیرش گرفت با مقصد قتل پیغمبر به راه بر آمد، میخواست پیغمبر صلی الله علیه و سلم به قتل رساند. برآمد به کوچه با نیت کشتن، برگشت و حالان که او مسلمان است و وفات کرد. او امیر مومنین ها و دویمین خلیفه پیغمبر صلی الله علیه و سلم، بهترین شخصیت بعد پیغمبرها و بعد حضرت ابوبکر حضرت عمر است. کی فکر میکرد که این حضرت عمر مسلمان میشه؟ بنابراین هیچ بوی امید نیست. این گپا رو مونید حرکت کرده دعوت کردن گرید، معامله خوب، دعوت خوب. ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه. ايش ما دوزخین، ايش ما لعنتین، ايش ما بدبختین، خیر نه. ادعو الى سبیل ربک بالحکمه، به سوی پروردگارت با حکمت دعوت کن. والموعظه الحسنه، با پند و نصیحت های خوب دعوت کن، با اسلوب خوب دعوت کن، با عملهای خوب، با رفتار خوب، با اخلاق خوش آنها را دعوت کن.